با عرض سلام خدمت همدیاران نهایت عزیز و گرامی. انا لله و انا الیه راجعون. خبری به شهادت رسیدنی ده ها شهروندان عزیزمان، فرزندان ساکنان منطقه اسفره، چارکوه و آروخ و همچنین خدمتچیان حربی مرزبانا که از منطقه های گوناگونی کشورمان در این جنگ مرزی بین دو طرف شرکت داشتند. اولا تسلیت خود را، تعزیه خود را به خانواده این شهدا، پدر و مادر و همسر و فرزندانشان میرسانم. خدایا این شهدا را غریق رحمت و داخلی جنت الفردوس گرداند و به بازماندگانشان صبر جمیل عطا فرماید. واقعا فتنه نهایت بزرگی بود، چند وقت این جانب ادامه داشت، بالاخره به خونریزی کشاند. امیدوار هستم که حکومت، مردم یک راه حل نهایی که هم حیثیت و اعتبار ملت تاجیک حفظ کرده باشد و همچنین مالکیت و امکانات معیشت و زندگی ساکنان این منطقه را باید منافعشان حفظ شود می‌یابند. خوشبختانه در این معرکه تمام مردم تاجیکستان، اکثریت ناحیه‌ها، منطقه‌ها، محل‌ها طرفداری خود را از برادران چارکوه و اسفره و آروخ اعلام کردند که این نشانه وحدت، نشانه همبستگی، نشانه همدردی و نشانه بیداری ملتمان شد. این از واقع پدیده های هست که هممون منتظرش بودیم، یک ملت یگانه و واحد شویم که با کمک یکدیگر در این مرحله دشواری که امروز دنیا قرار دارد منفعت های کشورمان، منفعت های ملتمان، منفعت های افراد این ملت را حفظ کرده توان. خوشبختانه باز این است که در یک مدت کوتاه حکومت های دو جانب توانستند به توافق برسند و شرطنامه آتش بس امضا کردند و اکنون از همه نفرانی که در اون منطقه زندگی میکنند، میدانم دشوار است، شما جبر دیده هستید، بالای شما ظلم شد، عزیزانتان مجروح شدند، فرزندانتان از دست دادید، شهیدها را از دست دادید، براتان دشوار است، لکن شما را به صبر و تحمل دعوت میکنم که این آتش جنگ و کینه و عداوت دیگر سببگار ادامه یافتنش نگردید و البته با حفظ منفعت های هر یک شما، منفعت های مملکتمون باید در راه به اعتدال آوردن وضعیت به حکومت، به مقامات دولتی کمک کنیم، باعث خدشه‌دار شدن وضعیت و ناآرامی نگردیم. بعداً چه قرقیزها، چه تاجیکها در اون منطقه سالهای زیاد در همسایگی زندگی کردند، دشمن تراشیدند، دشمن کافتند، بدبینی را نهایت زیاد دوام دادنش به منفعت کشور ملت من نیست، زیرا مردم زیادی از طریق قرقیزستان به سفری روسیه می روند یا که با آن رفت و آمد دارند، به خود قرقیزستان تجارت دارند. تمام این افراد می توانند از این ناآرامی ها ضرر بینند، ضربه بینند، حتی آزار یابند،
همه اینا رو به اعتبار گرفته از شماها خشتنداری، صبر و تحمل خواهان هستم.